این مغازه انواع اقسام سوخاری ها رو حالا چه به صورت دریایی چه غیر دریایی میفروخت که ما هم 2 تا پکش رو گرفتیم. هر پکش 10 یورو بود. خیلی هم راضی بودیم. اینجوری شده؟ آره 8 تا پا داره. 2 تا بچه پا هم لاش هست ولی خب حالا 8 تا. خبر ما هم یه جا خوردیم. نفس بکش. شکل محمد حسینیانه نگاه کن. محمد حسینیان کیه؟ بچه ها قدیم. پس فیلم رو بفرست براش. گوش ندم که نبوده. نه آقا اصلا خوشمزه نبود. اصلا پیشنهاد نمیشه. یعنی آدم بیاد از اصفهان اینجا یه اسنکی بزنه یا یه هات داگی هات داگ منیلیا سگش رفته رو بینم. آخه من نمیدونم سوسیسش تمش بد نیم ولی آخه مزا شره اصلا یه انگار شیرینی انگار سوسیس کنن شیرینی. چو بوتو بود چی بود این اسم؟ چی بیتو؟ فوکاچو نخورین ایتالیا اومدین. خواهش میکنم ضرر میکنین. یورو ها رو نگه داریم برای چیزای خوب. چاکرم. فوکاچا یک غذای خیلی معروف ایتالیایی هست که هر جای ایتالیا بریم فوکاچا رو میبینین. پیتزا نیست ولی یه حالتی مثل اسنک خودمون که ما اسنکو داریم اونا فوکاچا دارن که همه جا از همون خانواده پیتزا میمونه که این پیشنهاد میشه. خیلی هم خوشمزه بود. اینجا توی قطاره که انواع اقسام فوکاچا ها رو گرفتیم و یه مسیر 2 ساعت و نیم رو تا میلان داریم میریم و من توی مسیر سعی کردم که فوکاچاهای مختلف رو بخورم. خدایی دوست داشتم. اینا خوشمزه بود ولی بعضی فوکاچاها هم خوشمزه نبود و به دل آدم نمیچسبید. ولی اینایی که مدل پیتزا بود اکثریتش خوشمزه بود و طعمای جالبی داشت. ولی اینایی که حالت روله میشه و سوسیس توشه و اصلا پیشنهاد داده نمیشه. اینم که این وحشیا داره میخوره لامصب. عاشق این بودم که طعم روکولا روش بود. خیلی خوشمزه بود این روکولاییه. یه نفس هم بکش لاولو خوردنه. فوکاچا روکولا. اینا همون فوکاچاهاییه که خدمتتون عرض کردم که میبینید حالت برشش میکنن و بیت میفروشن. اینجا هم که لیک‌گاردای خیلی راحت میتونی اونجا موتور کرایه کنی و 1.5 ساعت دور این دریاچه میتونی بچرخ و شهرهای مختلفی رو داره کنار همین لیک که میتونی مشاهده کنی. اینجا هم که کافه‌ای بود بالای تپه. سگونه بیشتاخت. فقط شلوغ بود که ما اومدیم همینجور فقط یه آب گرفتیم رد شدیم. نمیشد بشینیم همه میزاش پر. آخ پورتوفینو یکی از زیباترین ده در اصل تو دل کوه. اصلا بی‌نظیره. فقط خیلی گرون بود. همین 4 تا هویج و 4 تا پفک واسه ما آورد 50 یورو ازمون پول گرفت. خب دیگه از پیتزا پاستا خسته شده بودیم. گفتیم یه جا بشینیم همبرگر بخوریم که با یه آبجو خنک 7.5% شروع کردیم و 2 تا همبرگر سفارش دادیم. همبرگر چوریزو ماننده. گوشت خیلی عالیه. پایسیب زمینیم و این همبرگر مکسیکانو که آووکادو داره، بیکن داره، یالاپنو داره با گوشت و کاهو. حالی بریم طعمش چه نون سفید با حالی. خوشمزه است ولی یه کاهو سرخ کرده. یه مدل کاهو سرخ کرده داره. تلخه. کاهو تلخه. آره. با تکی شما همون تلخه؟ نو. درش بیاد. خب این هم یکی از خوبی‌های غذای خیابونی که مشاهده می‌کنی گول متریال داخلی کشوندی بیرون. شاید هم مال خردلشه که اینطوری تلخه. نه خردل نیست. خود
کاهو کلم یه چیزی سرخ کردن شدیداً تلخه. همبرگره که اصلا بهمون نچسبید، نه به نگی خواهرم نه به من. اصلا هم پیشنهاد نمیشه که تو ایتالیا همبرگر بخورید. به جاش تا میتونید پیتزا بخوری که واقعا پیتزای ایتالیا حرف نداره، در عین سادگی خوشمزه و عالیه. این پاستا که می‌بینید پاستای پستو مال شهر ینووا، خیلی خوشگله، بوش که خیلی خوبه. پاستاشون هم پاستای مخصوص خودشون. خیلی بدمزه بود مگه نه؟ دیگه سفارشش نمیدیم. واقعا دیگه من از آن موقعم اینقدر بدمزه بود که بعد بندازی گردنت باشه. الان از درد گوشنگی دارم میخورم. نون بخورین سیر شد. نه پستوش خیلی خوشمزه بود. آره بچه‌ها یه اسوانی تو ایتالیا باید سسش هم بخوری، جوری بکشین کف که این پوست این مشقا بلند شه. داری یورو خرج میکنی، یورو داری میذاری وسط. نمیدونی هم چند یورو گذاشتی وسط؟ باید آب بده گیر شد میزنیم یادمون بزن. بفهم شراب بخور. شرابش هم مال همین محل هست. شراب ببین عشق چشم سیر نشدیم، حال ندار، بیمزه بود. چیشی بگم این ایتالیا ها فقط فیلماشون قشنگه، اونم بعضی فیلماشون ازش افتضاح. ژلاتویی که دیدین اینه. خب بعد ژلاتو توی ایتالیا خیلی معروف و جا افتاده. ژلاتوها از میوه درست شده، فوق‌العاده بود بچه‌ها. کارامل و چاکلت. What's the name? What's the name? No you, this one. چاکلت. خب بچه‌ها همونجوری که می‌بینین داریم ژلاتومون رو می‌خوریم. خیلی خوشمزه بود. یعنی این 100% پیشنهاد داده میشه. من خودم زیاد بستنی خوردیستم ولی عالی بود. اصلا این چیزی فرق میکنه با بستنی. ولی بستنی میدون شاه اصفهان یه چیز دیگه است. بستنی سنتی؟ چه بله. زعفرونی. یکی میدون شاه یکی جاده آتیشگاه. دلم تنگ شده. بله اینم خوبه است. اینم خوبه است. هرچی بود خوبه. ولی عالی بود. پیشنهاد داده میشه. اگه یکی رو میزنیم یکی هم میبریم بالا.